من موافقم که ما عملا به نظم و ترتیب اخلاقی نیاز داریم. بیایید نظم و ترتیب اخلاقی داشته باشیم. سازمان های شبیه گروه دولت اسلامی تشنه بر حق نشان دادن خود هستند. آنها خود را پیشوای دینی و مبارزان راه حق نشان داده میخواهند از نام اسلام حرف زنند. من آنها را قانونی نمیشمارم. ما نباید آنها را به طور شرعی اعتراف کنیم. آنها از اسلام حمایت نمی کنند. آنها از مسلمانان حمایت نمی کنند. اکثر قربانیان آنها مسلمانان، مرد و زن و کودکان بیگناه مسلمان هستند. ضمناً این اصطلاح که امریکا در حال جنگ با اسلام است، یک دلیل را نادیده می گیرد که دینهای جهانی بخش از هویت ما می باشند. ما نمی توانیم با یگان دین در حال جنگ باشیم، زیرا دینهای جهانی یک پایه ایالات متحده امریکا، یک بخش هویت ملی ما می باشند. خلاص بهترین راه مبارزه با تروریسم نپذیرفتن شرعیت این گروه هاست و برای ثابت نمودن این گفته ها ما باید نشان دهیم که ما اسلام را تعقیب نمی کنیم. ما همراه با مسلمانان امریکا پیروزی آنها را جشن می گیریم و این وسیله ما نشان می دهیم که ترغیبات آنها دروغ است. ما نباید فریفته ترغیبات تروریستان شویم. Even as the overwhelming majority, and I repeat, the overwhelming majority of the world's Muslims embrace Islam as a source of peace. در حالی که اکثر کلی مسلمانان عالم، تکرار میکنم، اکثر کلی مسلمانان عالم اسلام را همچون سرچشمه صلح میپذیرند، کسی نمیتواند رد کند که یک گروه خرد مسلمانان اسلام را در شکل تحریف شده تفسیر میکنند. این حقیقت است. سازمان های شبیه القاعده و گروه دولت اسلامی اولین گروه های افراطی نیستند که از نام خدا سوء استفاده میکنند. ما چنین حال را در گذشته در دین های دیگر هم دیده ایم. و بخش از اعتراف سهم مسلمانان امریکایی این است که ما آنها را دائما نه فقط در زمان مشکلی یاد میکنیم. در برنامه های تلویزیونی ما باید نقش های مسلمانان بیشتر آفریده شوند و نه تنها در ارتباط با مسئله امنیت ملی. Some Muslim characters that are unrelated to national security. Right? Because این کار مشکل نیست. زمان امریکایی های سیاه پوست را در تلویزیون نشان نمی دادند. وقتی ما به طور جدی درباره آزادی دین حرف میزنیم، باید اعتراف کنیم که حمله بالای یک دین، حمله بالای تمام دین هاست. we have to understand, attack on one faith is an attack on all our faiths.